نترسید از اون بچه بلگم نترسید یه جایزه خیلی خوب بشیدم چون قیافش داد میزنه من جوون گلی هستم زنده باشی برش من همین داره اجازه بده یه مشتم بکمونه خب عزیزم آقای محمد جانه اجازه بدی من بهت بگم راه رفتن این تناب و بعدن چشم الان چون نوبت مار دوسر و نوبت بچه بلگم رو برد جلو راه رفتنش رو بعدن انشالله انجام میدم. محمد جان هر کاری زحمت خودشی داره درسته؟ اون سوپری که بنده خدا صبح تا شب اینجا مسافر عقب جلو میکنه اونم زحمت کشیده من بشینم رانندگی بلد نباشم 10 نفرم میکشم پس هر کاری زحمت خودشه یه فوت بهش بکن پس راه نمیره ولش کنم ببینم میفته آره میفته این ورشم جون مادرت وایسا بالا وای نمیسته حالا نگاه کن یا عبدالرحمن جن برا علی حیدر جان علی صلوات بفرست. یه خود بکن بیفته راه رفتنش همه ببینن نه خود عربی بکن نگاه کن الان بهت یاد میدم ببین همینجا که وایساده بیفته برو اونجا بغل اون زرده وایسا همینجا ها برگرد رو به من پاتو یه ذره وا کن از زیر پات رد بشه خوبه حالا مشرف بله آقا فقط داداشای گلم چون درویش روز 19 ماه رمضونه دوست دارن علی دوستایی که مثل ما زبونشون روز است یه بار بگن یا علی یا علی درده برا تو دشمن دشمنت کنه چون که نیستی بولم بگو یا علی آی ماشالله اینو میذارم اینجا نیفته اون بچه برگر یه دقیقه دیگر دار ببین این یه سرش نگاه داره یواش یواش خودش میاد گفتم مار دو سر بذار استفاده نشونت بدم بذارمش عقبه اینو ببندش محکم درویش تو تابی کسی نکنه بده خب اینم کنار دوغش هم که گفته بودم اونو نه درویش گرفتار من میگم چرا بعضی حواسشون پرت شد اونو بیار ببخشید من بذار بازت کنم این حواسش نبود شرمنده دست بذار رو زانوت محمد جان مادرت خدا نگه داره یه فشار محکم بده تو رو قرآن محکم تر همین محکم آقا ضربه بزن محکم فشار بده پس اون آقا میخنده میگه الان پاره میشه فلان میشه خیالت راحت باشه من همه وسایلمو امتحان میکنم چون خیالم از همه وسایل حتی نوشابه اول میدم امتحان میکنه بعد دوغ آبش میکنم دلیلش همینه خب همونجا وایس الان میام میشه ولی درویش هر کی صلوات نفرسته ایشالله یه ما بی پول بشه آی ماشالله حواستون باشه جمعه 80